کل خونتون خاک نشسته، شما چجوری اینجا زندگی میکنی؟ ماما ببین بچه بزرگ کردن، از اتاقش بیرون نمیاد نکبت. آقا تو یه گیر میدی بریم خونه فامیل، خشیر جان پسر من خیلی شما رو دوست داره. من خیلی دوستش دارم این عسلو، خیلی بانمکه. ماما این فرشه رو یادته من 3 سالم بود دیگه داره درخواست بازنشستگی میده، پوسیده، چرا اینو عوض نمی‌کنی؟ خشیر جان شما چرا سفر نرفتین؟ دیگه والا دروغ چرا، همه جلان شلوغه، بعد بلیط هم گیرمون نمیاد. خب اسنپ بین شهری میگرفتین دیگه، هم راحته هم دردسر بلیط گرفتن نداره، همیشه هم در دسترسه. والا نمیدونستم، من نمی‌اومدم ریخت شما رو ببینم. دیگه الان که میدونی عزیزم. آره دیگه ما پاشو بریم یه بارم بالاخره ما مزاحم اینا شدیم. خیلی لطف کردین. بیشتر بیاین اینجا. نه ممنون، ان شاء سال دیگه میام. شما چیزی یادتون نرفته؟ نه دیگه. مطمئنی؟ آره دیگه. ایدی بیا پسرم. دست شما. خب درست کار کنین، شرمنده بچهای مردم نشید دیگه. من انعام که نمیخوام، ممنونم، دستتون درد نکنه.